سلام علیکم. و علیکم سلام. میخواستیم با اکای سلمان هم صحبت چیم. بفرمایید، شما در پرس زنده قرار دارین. بفرمایید. اکای سلمانی؟ بله بله بفرمایید. سلامت باشین اکا. این مسئله موضوعی موزتون خب درباره مهاجرایی که در خارج کشور بله با بعضی سبب‌ها میفاختن همین مسئله. خب بله، آیا شما قبول دارین که ما واقعا یک ملت بی‌صاحب هستیم و سالانه 2 میلیون مهاجری 2000 مهاجر داریم که از دنیا میگذره، ولی یگام آمار و یگام ضربه از جانب حکومت ما یگام پیغام نیست، یگام پیام نیست. آیا قبول داری که نه حکومت ما با طور حرفه‌ای کار میکنه و برای هر یک جسد تاجیکی که در روسیه از دنیا در میگذره حکومت آماده است که در مقابل اون قاتلان فشار بیاره؟ چنین است؟ که سلمان بله. در یگان دولت در همین روی زمین در کره زمین یگان دولتی هست که مهاجری مهنتی نداشته باشه. من برای انا همه فهمیشه که شما دارین، من برای خود گفتم که هر کسی که این دعوا رو داره لااقل باید از همون تاجیکستان بیرون برآمده باشه، بیرون برآمده باشه، همون فکرونیش یک کمی دیگر کنه که درست است. من میگم من این کار ندارم که مهاجرت در تمام امریکا مهاجر است، تمام امریکا رفتن مهاجرا ساختن. درست قبول داری؟ قبول داری؟ چرا قبول دارم؟ قبول داری که در امریکا قریب همه مهاجر رفت امریکا را ساخت؟ قبول داری؟ درست. خب برای من یک جسد امریکایی را بیار که در تاجیکستان تجاوز شده است. ما در تاجیکستان امریکایی مهاجر داریم. آیا هست همین چیز؟ یک روس بیار، یک روسی که در تاجیکستان است کشته شده است، تیکه تیکه پاره پاره کرده. آیا داریم همین چیزا؟ ولی ما در روسیه داریم. درست؟ این چیز در همه جا هست. آیا ما برای من یک روس بیار، یک از 201 دیویزیا، یک روسی که میره در وطن ما خدمت میکنه، برای ما بیار که یک جنایت کرد از جانب جوانان تاجیکستان، از جانب پلیس تاجیکستان دستگیر کرده شده، در شعبه پلیس اظهارش پایان کردن، عکس نوار کردن، در شبکه‌های تلویزیونی رسمی ما نشان داد. آیا چنین است؟ داریم همین چیزا ما؟ این چیز در همه جا هست. برای من بگو داریم، نشان بده در کجا است، برای من نشان بده. این الکی گپای الکی که شما میگین چطوری که رحمانو 20 سال آینده درخشان برای ملت میگه چی کاری که میشه از طرف این همین تیشه به ریشه خود تاجیکی ما تاجیکی خودمون همین طریقه دیدن خلای همه کاری که میگه انا مول ریشه به تیشه خود میزنیم، ریشه به سر قاو شما بر این چاپلوسا میزنیم. کدام تیشه و ریشه و پیشه و میشه قدر بی عقلی برادر. در نظرت میتوه این گپایی که من میگم تو نفهمیده در زندگی. تو در زندگیت فقط رحمان سایه خدا، پیشوای ملت، جان من، پدر من، پدر میگنش. درست نه؟ پدر ملت میگنش. من میگم پورا گفتم تو رحمان و پدر ملت قبول داری؟ تو نگاه کو که چقدر پستی ختن. بچه عنوانش گذاشتیم پدر ملت. کجا پستی من؟ عنوانش گذاشتیم که رحمان و پدر ملت است. درست؟ ارزنده است. پدر ملت یعنی پدر ملت یعنی مادری تو عضو همین ملت است، یعنی پدر یعنی شوهری همون، یعنی پدری تو. درست؟ یعنی مادر تا آوردن شوهر دادن در حالی که پدر داره. وقتی که گفت درباره ملت میره برادر، ملت این ملت تاجیک است. پدری که من شد پدر خود همیشه و سلمان من قبولش ندارم. من بیزار هستم از چون پدر ملت. یکی از سببایی که من در اینجا حرف میزنم این قبول نکردن من است. میفهمی؟ لااقل من زیدیت دارم که من بیزارم از شما ولی پدرها 4 نفر هستیم فکر کردین که در نظر شما یگان وقت لکامتیف شدن نمیتونین. لکامتیف ما هست، ما قبول داریم لکامتیف مونا. خب ما ای پای همه آدمیم. برای همین قدر خودت یک نفری هستی که این همین لکامتیف در همه آخرش یک پویز یک وگونی که هستی که در فقط این هم مصر بور میکنن که خب نه مصر وزی ده کرد جاکه سامو برای اون که تحقیر میکنی همه وقت همه برنامه دا تحقیر میکنی. نفرای میخوان که با تو صحبت نمیکنی. برای من یک آمار بیار که از طرف حکومت بدون تحقیر
انسانان بگو در سال 2021 چند هزار تاجیک در روسیه از دنیا گذشت و به کدام سبب ها؟ ما میخوای آمار داریم؟ من نماینده گم خیلی زنگ بزنی برو گم شو. خاک تو سرت، من نماینده نیستم. چی میگوی خیلی من نماینده نیستم، من پدر نیستم، من کلو نیستم، من داماد نیستم. گومی خیلی نباشم. ولی زنگ دیگر. الو. بله. السلام علیکم. و علیکم السلام. اکا جون سوزنش موتینجه. تشکر. اوی برادرها در اومدن چی جان جول دورن یو؟ خود دیگه او همو دنبالی پدرش است. اکا موضوعی که پیشنهاد کرده گیم موضوعی خیلی خیلی خوبه اکا. این نظر خدمت. خب. برای مثال خیلی یا برادر توجیکه برادر همه میشوه. یکی یک جهت دیگه مثال چند دقیقه پیش برادر دیگر برآمد گفت مثال نشری نکنیم برای خانواده و مصیبت با مثال سه وینای چهار وینای خیلی ایش هم مثال درست. یعنی ما بگذاریم همین خیل ما بگذاریم این همین نمود جوانانی ما هزارها قربان شوند در همون زندان ها در همون نمیدونم یخدان های سر از دنیا بگذارن، ما در این باره گپ نزنیم به خاطر اینکه برای مادرش درد میشوه. نه برادر این مثال این گپ خیلی هم درسته گپ او هم درسته. نه گپی او کجاش منطقی است که شما گپ نزنیم برای مادری او درد الکای مادری او درد دیده است، دردی به فرزندی از این زیاد درد دیگه نمیشوه. ما دنبال جنایتکار هستیم که جنایتکاران اساسی در این قضیه کیا هستند. ما زبان رودکی خاطر میگم که برای ما آمار را نشان بدین که در روسیه خب اینا بگذار در همه جا مهاجر هست، من اینم قبول دارم. در روسیه چند هزار نفر یا که چند صد نفر مرگ طبیعی از سحر از خواب خیز که از دنیا گذشته است، چند نفر کشتن، چند صد نفر در زندان دار کشیده شد، چند صد نفر تجاوز کردن. یعنی حکومت ما همین نقشه را داره برای مردم. یعنی چیزای شهروندای تاجیک یا روسا را در شهروندای تاجیک که سالانه 2000 شهروند ما از دست میتیم. برای ما یعنی میگن شهروند جمهوری تاجیکستان در خارج کشور زیر حمایت دولت قرار داره. یعنی هر یکی این عضوی همین جامعه، هر یکی که در تاجیکستان زندگی میکنه نه بس از ملتش، ازبک از تاجیک از تاتار هر کسی که نیست، وقتی در خارج کشور است خب اون نفر باید که زیر نظارت دولت باشه. به خاطر چی؟ چون سر قانون میگه. درست؟ خب اگر که مدام ما زیر نظارت دولت قرار داریم، دولت ما، حکومت ما، وزارت کارهای خارجی، سفارتخانه ما برای ما از سال 2010 بگذار 2000 بگذار 2015 تا امروز یک ساله آمار را که سالانه چند نفر از دنیا میگذره و به کدام سبب ها میگذره، آیا ما همین آمار را روی دست داریم که من باموزم نظر کنم که خب مرگ طبیعی 1990 نفر فقط 10 نفر کشته بودستن، فلانی یا که 1000 نفر تجاوز، 1000 نفر کشته، 1000 نفر دار ریختن، 1000 نفر پاره کردن، 1000 نفر به نام نشان. این آمار برای این ملت لازم است، باید آمار آشکار باشه، برای ما آشکار باشه تا من تهمت نکنم. شما مرا میگن شما تهمت میکنین، من میگم آمار نشان بدین، من بخونم بگم که تهمت نمیکنم. اکا هیچ کنم انا ما خودم نمیگم تو تهمت میکنی، نه کی این من میگم اندیشه خودم ممکن باشه. همین اموری که خیلی گفته هستی ممکن باشه. من نیفتم دگجو هست دگجو. نه من نمیگم اون رسانه‌ای است یا مثلا باید برای ما آگاه باشه. چرا باید نباشه؟ باید مردم بدونه حکومت این سری پنهانی نیست، یه چیز سری پنهانی دولت است بگذار پنهان باشه. ولی در این مسئله باید من وقتی میبرم از مهاجرت گپ میزنم، حکومت باید برای من اسناد بتگویه که این ای گپ این هاشه تو دروغ میگی، این از سایت وزارت کارهای خارجی داخل شو، در اونجا نوشته شده است آمار اسناد کی سال تولدش و حکومت برای اونها چه کار انجام داد نوشته شده باید باشه، همش روی ورق باید باشه. این چیز پنهانی نیست که شما میگون من نمیدونم شاید باشه. برادر بگو که نیست همین چیز، نیست. درست. نه اکا من نمیدونم مردکیش نمیدونم. من میگم نیست همین چیز. باشه. نه که من یک گپ دیگه میگم، مثال رنگ و جو آدمو مونده کشته استن ایش درست. در تاجیکستان هم خیلی هستن مثال این
گفتی گپو زندگی های جورا یک از چیز طبیعی میمرد یک از چیز نوفهمی. و چرا بچه وزیر نمیمرد تجاوزش نمیکنن داروش نمیکشن در مرگ؟ چرا برای یک بچه وزیر وقتی مریض میشوه مخصوص عملیات ورتالیات نمیدونم میک راکت از آلمان میپرد میگیره همون شب میبره در بیمارخانه آلمان تبابتش میکنن. برای چی؟ برای مهاجر 10 روز بچون و چرا خواب است صاحب درک پیدا نمیکنن. برای چی؟ چرا بچه گنرال چرا بچه حکومت وقتی جنایت کرد بچه حکومت بود اگر خطا نکنم فرداش در آلمان پیدا شد گویا که او در آلمان بود در یک شب بلیط پاسپورت چیتای پیما رفت هتل همه رزرو شد رفت جا شگیری. چرا مهاجر تاجیک 10 روز در مرگ صاحب پیدا نمیکنه؟ خیلی گوش کاکا خودت مثال اینقدر دلت مثال میسوزه درست مرم دردم میکنه درست نیکی اکا یوردم کردن در کور یوردم حکومت باید بکنه وظیفه من مسئولیت من نیست. ما مبلغ جدا میشوه در وزارت کارهای خارجی مبلغ میلیون دلار مبلغ جدا میشوه. اکای سلمون خودت مثال داد فریاد مهاجرت میکنی درست خودت اینا کانال داری خودت نه مثال گروپتون کانال دارد شاید مثال شما از همین گروپ فایده زیاد میبینید حالا مثال تماشابیناتون ممکن 80-90% مهاجر باشه داد وای فقط این مهاجرانه خیلی نمیشود مثال من نمیگم 50% همین درآمد خطان یکم اقلا 10% وظیفه ما نیست. شما مرده را موندگین توتخوری رفتین شما کسایی هستین که صبر که برادر شما کسایی هستین که مسئولایی که هستن میگه شما بدزدین این همین صدای مردمه که گپ میزنه لااقل اگر یوتیوب براش پول بده نمیدونم 50 یورو اگر 20 یورو براش بده همون را بگی برای مهاجر بده سفارتخانه یا اینکه حکومتی که از خارج از امریکا 2 میلیارد دلار در دوام اینمی دولتداری رحمانوف 2 میلیارد دلار گرفته است فقط از امریکا 4 میلیارد ما قرضدار هستیم. این پولی که برای همچی یک کشوری کم بیزاعت داخل میشوه چرا این طلب نمیکنیم؟ تا حساب ماجرا فایده دیدستی خودت مثال من نمیگم تو باید بده حداقل یک مثال خودت گفته ایست همه یا صدقه بکن در روی خدا من در روی خدا صدقه میکنم من برای تو نمیگم که من در روی خدا صدقه میکنم تو من بفهم اگر میکنم شما موضوع را درست بفهمی این یک از نشانه‌های بیسوادی است که تو صدقه بکن من اگر صدقه کنم من میدونم دکی بکنم و میدونم کی بکنم و در کجا بکنم. این قرض شهروندی من است نزد پروردگارم من قدی پروردگارم اینجا داد و گرفت دارم اگر میکنم نامه اعمال ما است اگر نمیکنم او هم نامه اعمال ما است. ولی اگر که یک مهاجر که میمره برای من مسئولیت نیست سفارت خالی کن وزارت خالی کن رهبریت خالی کن من میرم سفیر میشم من میرم رئیس میشم بیا از جلوی من بگی بگو برای کمک کن من میرم کمکش میکنم مدام که حالا ما مسئول داریم ما یک حکومت در سطح بین الملل داد میزنیم کشوری افسانوی میگیم گلگل شکوفان میگیم پیشرفته میگیم قور و بلا میگیم چرا اونا نمیکنن؟ چرا تو اول مخاطب اونا رو نمیکنی که اول نظری من حکومت است اگر نمیکنه تو برای کمک بس میگو وظیفه من نیست چی باید مثال وظیفه نباشه در همین داد وای کدستی بیا خدا نگهبانت آخه قطعی به سواد بحث کردن من باید در او رونی تو بفرم مردر همانم برم توتخوری در هم بالای توت قطعی چق بکنم ای مردم آخه در او رونی شما نمیشه و بحث کردن واقعا من میگم یا من دیوانم یا من نمیفهمم خدایا برای من یک عقل درست‌تر بده که من همین مردم نمیفهمم و یا اینکه شما مرا نمیفهمید تو چرا میبروی گپ میزنی من گپ میزنم قانون برای من اجازه از گپ میزنم من گپ نمیزنم او حقی من است میخوام گپ میزنم نمیخوام حاضر همین کنوکر رفت مرا میچخم خاموش میکنم خداحافظ گود بای میرم دنبال زندگی. ولی یک جسد تاجیک وقتی میمره من از تو نمیپرسم تو این حق جواب دادن نداری و من برای مردم میگم که مردم ما حکومت داریم سالانه از بودجه کشور میلیون ها دلار یا میلیون ها سامانی داخل این وزارت میشوه گیجا میشوه وزیر بچه رئیس گمپرکرار نمیدونم بچه های اونمو سفیرا را بین خانه های مخصوص لوکس در مسکو ماشین های مخصوص یا عبید چون 500,000 تا 150,000 روبل میروند در یک رستوران میشنن عبید میکنن اوجن بگم میخورن
ولی وقتی که یک جسد 10 روز میمونه این میبرو میگه تو بلا کمک تو چوار نمیکنی. اوه جوانی خوب، من باز هم میگم اگر میکنم و هموطنا خودشون میدونن، کسایی که در جای شاید براشون کمک رسیده است کردیم شاید، و من از این پروردگار میکنم، خداوند برای من خودش بدونه که آیا من میکنم یا که نمیکنم و من هیچ مسئولیت واقعا ندارم. قرض من نیست، من همچون یک مسئول نیستم که باید یک جسد جوانی تاجیک من باید کمک بکنم. و ایلو اگر کمک هم بکنم وابسته از ایمان و از وجدانم است. باز هم میگم شما حقی را ندارین ایمان و وجدان من را سوال بتین. این یک چیزی است که بین پروردگار و بین او انسان است. ولی شما درست درک بکنید، یک فهمیشتونه. یک کم باز هم میگم کسایی که میبروین میدانی بحث، اول یک اطراف سفر بکنین، برین یکان کشورهای پیشرفته. من واقعا نمیتونم دیگه در سطح شما پایان بفرونقتان بحث بکنم، عصبم خراب میشه واقعا. شاید بعضیا میگن چرا داد میزنی، نمیتونم در او رو شما دیگه ایستم در همون زمین نمیشوه. من نمیگم من یک نفری بسواد، یک نفری اینتلیجنت، یک نفری 5 دانشگاه خوندم، نه. محیط خب نمیدونم، زندگی نمیدونم، سفرهای زیاد، هجرت‌های سالهای طولانی، 10 سال عمری من در مهاجرت، شاید این تاثیر میرسه برای یک انسان. میبینه زندگی یک پولندی را، یک هلندی را، یک آمریکایی، یک افریقایی، نمیدونم یک انگلیس، یک ژاپنی، میبینه قیاس میکنه. یک توریست ژاپنی میبینه در آلمان میگرده چی کار مشغول است، یک تاجیک میبینه در چی کار مشغول است. فرق میکنه، اصلا زندگی فرق میکنه دیگه. عصر 21 عصر علم و تکنولوژی پیشرفته دنیا، ما قوای برق نداریم، ما زندگی درست نداریم، ما یک جوانی تاجیک 10 روز به نام و نشان گم میشه، پیدا نمیشه. اگر هم پیدا میشه باز هم باید من بکنیم یا که ما بکنیم یا که اونها بکنن. بس حکومت، وزارت، ساختار چی کار میکنه؟ اونها برای چی هستند؟